اکثر کسایی که فکر میکنی دوستانت هستن در واقع دوستانت نیستن. به همین خاطر در روزهای سخت تنهایی را به تمام معنا احساس میکنی. در زندگی سه نوع دوست خواهی داشت: برگ ها، شاخه ها و ریشه ها. برگ ها دوستان موسمی یا فصلی هستند. وقت زندگی خوب پیش میره و حضورت برایشان مفید و خوشایند است، در کنارت هستند. اما همین که طوفان برسه میریزن و ناپدید میشن. شاخه ها کم قوی تر به نظر می رسند. اما اگر بیش از حد سرشان تکیه کنی مشکنن. آنها برای تحمل وزن مشکلات ساخته نشدند. اما ریشه ها چطور؟ آنها دیده نمیشن ولی همه چیز نگه می دارن. در گرمای تابستان، در سرمای زمستان، در دوران خشکسالی آنها پابرجا می مانند. دوستای واقعی کسایی هستند وقتی چیز برای ارائه نداری هنوز هم در کنارت میمانند. وقتی ورشکسته ای، وقتی اعتبارت از بین رفته، وقتی قلبت شکسته، وقتی زمین خوردی و دنیا بر سرت خراب شده. ای است معیار اصلی رفاقت. اگر چنین کسی را داری قدرش را بدان. اگر نداری خودت برای کسی ریشه باش. این ویدیو را برای کسی بفرست که در تاریک ترین لحظات زندگی در کنارت ماند و فقط بنویس: تشکر که ماندی.